لحظه به لحظه مشاهده گشته ایستاده است که واقعا هم به دست آمدن استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در باز ارمانهای ملی و امکان عملی شوی نیت‌های سازنده ساکنان کشور با پیشوای عزیز ملت است. سال 2025 نوابسته از آن که در دیگر بخش‌های جامعه پیشرفت، دستاورد و نتیجه ها را مشاهده کردیم، ولی متاسفانه چون سالهای قبل از کردار و حرکت و قصدهای جنایتکارانه سال سپری شونده خالی نبود. گرچند صادر شدن جنایت‌های متشکل، گروهی و با استفاده سلاح و تشویشان در سال ذکر شده نسبت به سالهای گذشته به قید گرفتن نشده باشد هم، ولی جنایت‌های وزنین و مخصوصاً وزنین از جمله آدمکشی، معاملات غیرقانونی واسطه‌های نشه‌دار، گروگانگیری، غارتگری و دیگر کریتریای جنایت‌ها به قید گرفته شده از طرف کارمندان وزارت کارهای داخلی آشکار کرده شدند. از آمار و تحلیل و تحقیق جنایت‌های صادر شده با خصوص آدمکشی معین گشت که این شکل جنایتی مخصوصاً وزنین هیچ یک انگیزه و یا خصوصیت فرمایشی نداشته، عامل و سبب صادر شدن جنایت در حالت مستی و یا در زمینه رشک و خصومت گمانبر با جبر دیده صادر شده، آلات جنایت، کارت، میقراض و دیگر اشیاءهای سخت است، نه سلاح و تشویشان. مثلا جنایت آدمکشی که در ناحیه رودکی صادر گردیده بود، تفتیش شد و نشانداد گمانبر آشکار ساخت که عامل اساسی صادر شدن جنایت خصومت و بدبینی بین فرزندان اوگای و مادراندر بوده، جبریده با تاثیر زخم‌های کار از دست پسر اوگای خود شکرالله سبزیف 19 ساله به هلاکت رسیده است. گمانبران با هر شکل و اسلوب قصد و عمل‌های جنایتکارانه خود را عملی می‌سازند. در سراغ کوچه دهاتی نویه فردوسی شهر دوشنبه با دسترسی خبر اپراتیوی جسد صاحبخانه زن جعفر و زلفیه 58 ساله با علامت‌های مرگ مجبوری پیدا کرده شد. پاکیزه میراجزاده 37 ساله که همچون اجاره‌نشین با فوتیده زندگی داشت، با تفتیشات مرگ صاحبخانه را ناگهانی گفت، اما چنین فرضیه از واقعیت جنایت دور بود. میلیسیا از همه راه و متدهای اپراتیوی استفاده کرده آشکار کرد که طریق متاع نرم شهروند زلفیه جعفر و به هلاکت رسانیده شده است. اگرچه گمانبر پاکیزه میراجزاده قبلا همچون شاهد بود، برای تفتیشات را به راهگمی بردن خود را زهرآلود کرده میخواست با این وسیله از جوابگری آزاد باشد، اما روند حرکت‌های تفتیشاتی آشکار کرد که گمانبر مرگ جعفر و میراجزاده بوده است. سبب به چنین جنایتی مخصوصاً وزنین دست زدن گمانبر این صاحب شدن به تیلاوری‌های جبر دیده است. مانند این در شهر وحدت جسد اولیموف تاج‌الدین ساکن جماعت دهاتی به نام عبدالواسیف با علامت‌های مرگ مجبوری دریافت گردیده بود. آشکارسازی این جنایت مخصوصاً وزنین طول می‌کشید. نوابسته از آنکه در مکان جنایت تشخیص کریمینالیستی و دیگر چاره‌بینی‌های اپراتیوی در سطح کسبی دایر کرده شد، ولی معین کردن شخصیت گمانبر مشکلی را پیش می‌آورد. آموزش محیط زیست فوتیده، مناسبت و رابطه او با اطرافیان به کارمندان میلیسیا امکان داد گره جنایت گشوده شود. تاج‌الدین اولیموف را برادرزاده‌اش زیابک اولیموف با استفاده از غوله یا به اصطلاح تروبه آهنین به سر روی جبر دیده زده او را به هلاکت رسانیده، سپس برای پنهان شدن از جوابگری جنایتی به فدراسیون روسیه فرار کرده بود. گمانبر اولیموف زیابک دستگیر شده به جمهوری تاجیکستان آورده شده، سبب به هلاکت رسانیدن امک خود را خصومت و ناسازگاری ها گفت. در بعضی موارد با سبب های گوناگون بعضی پدر و مادر برای پرستاری به فرزندان خردسال خود دایه انتخاب میکنند. دلافروز دادجانور اویله از شهر خوجند ولایت سوخت همچون دایه قبول کرده تربیه طفل 11 ماهه را به او باور کرده بودند، اما با گذشت نچندان وقت دایه به جنایت آدمکشی دست زد. و از گریه و فیغان کودک 11 ماهه طاقت نکرده راه نفس طفل را بسته او را به هلاکت رسانیده است. دایه با مکاری خاص مرگ کودک را طبیعی گفته جسد را به خاک سپاریده بودند، اما مهارت بلند کسبی اپراتیوی میلیسیا در شهر خوجند سبب مرگ طفل 11 ماهه را آشکار کرد که مرگ بیولوژی نه بلکه مرگ مجبوری طفل را از این عالم برد و گمانبر دلافروز دادجان و دایه طفل کش بوده است. رشک در بیشتر حالت میتواند به صادرشوی جنایت‌ها زمینه گذارد، حتی به جنایت‌های مخصوصاً وزنین. گمانبر حسن عزیزوف ساکن 41 ساله شهر دوشنبه اگرچه برای حفیظه حکمت و دیگر رسما شوهر نبود، ولی با رشک و بدگمانی‌هایش سابق همسرش را دنباله‌گیری میکرد. گمانبر حسن عزیزوف با بیرحمی مخصوص
48 مرتبه با استفاده از کارد و مقراض با عضوهای مهم حافظه حکمت وزده او را از حیات محروم کرده است. شراب و استعمال زیاد آن نه تنها بیماری را بلکه جهل و فاجعه را زمینه میگذارد. دلیل ها کم نیستند که صادر شدن جنایت ها در حالت مستی ضررهای مادی و معنوی و حتی مرگبار را به وجود می آورند. معلوم است که مستی این حالت بهیسی، درک نکردن محیط، اداره نکردن عقل و جسم شرابنوش است. متاسفانه تاثیر زشت شراب انگیزه های جهل و بدسرشتی را به وجود آورده تا به جنایت می رساند. در ناحیه باباجان غفوروف عامل اساسی مرگ پدر بدمستی آنها بوده. پسر رستم شکوروف با گمان لطوکوب و کشتار پدر خود صدرالدین شکوروف از طرف کارمندان میلیتسیا بازداشت شده است. فرزند پدرکش برای کردار جنایتی خود را پنهان کردن جسد پدر را به حوض پرتافته است. پدرم مرا زدم، من پدر زدم. بعد دیدم که پدرم همین جان ندارم، اونجا جان کنده، همین پولسه دیدم جان کندگی بیدیم. من همون وقت برای روز کردنی جنایتم رو پدرم رو به حوض میپرتایم. استعمال زیاد شراب در ناحیه اش نیز یکی را گمانبر به جنایت مخصوصاً وزنین و دیگری را از حیات محروم کرد. میلیتسیا اشکار کرد که گمانبر ارگاشف در منزل استقامتیش در حالت مستی با استفاده از کارد هم قده خود ظفر ددجانوف را جراحتی وزنین جسمانی رسانیده سبب مرگ او گردیده است. حالت و مناسبت های بعضا سبب جنایت بخصوص جنایت های مخصوصاً وزنین میگردند که واقعا باور نکردنی است، اما انجام آن خیلی فاجعه بار است. جنایت آدمکشی که در ناحیه ظفرآباد آشکار کرده شد دلیل از مهارت بلند اپراتیوی داشتن میلیتسیا است. معین کردن شخصیت جسد سوخته شده و عامل صادر شدن جنایت کار آسان نبود، اما عملی سازی چاره‌بین‌های اپراتیوی کارمندان میلیتسیا نتیجه داد. جسد اسرار و چراز 19 ساله بوده. گمانبر مرگ او شهباز نورالیف دستگیر کرده شد. گمانبر اول با استفاده از کارد 16 مرتبه با عضوهای مخصوصاً مهم چراز اسرار وزده، سپس برای نیست کردن ایزی جنایت جسد او را آتش زده است. تفتیشات معلوم کرد که عامل جنایت این رد کردن پیشنهاد خانه‌دارشوی گمانبر با جبر دیده بوده است. میتوان همه کار را عمل و مشکلی را با مراسا حل کرد، اما بعضی شهروندانی که از نفر دیگری قرض میگیرند جای پرداخت قرض راه و اصولهای نامطلوب را اندیشیده ادای قرض مولوی خود را با راه جنایت و زورآوری میخواهند حل نمایند. جنایت منتشر را که میلیتسیا آشکار کرد در زمینه مناسبت قرضی صادر شده است. گمانبر باقیف مهرالدین ساکن ناحیه جلالالدین بلخی جای آن که 15,000 سامانی از شهروند سنگینوف دوران جان قرض گرفته‌اش را برگرداند، برعکس او را لطوکوب نموده به هلاکت رسانیده جسد او را آتش زده است. گمانبران از جهل و بدکرداری عاقبت جزا را نااندیشیده گویا برای خود زمان مساعد عملی سازی جنایت را انتخاب کرده میپندارند که جنایت صادر کرده اشان ناآشکار میماند. گمانبر ابراگیموف ابراگیم سال تولدش 1994 ساکن شهر دوشنبه از حیث بدبینی و بحث و مناظره با همسر و خانواده پدر عروس خود ساعت 1 شب با 2 عدد کارد خواجگیداری مسلح و 10 لیتر سوزشواری بنزین را در اطراف منزل زیست خانواده همسرش واقع در ناحیه فیض‌آباد پاشیده آتش زده است. علاوه بر این برادر همسر شهروند میرزای فصل‌الدین را با کارد زده با او جراحت‌های گوناگون جسمانی رسانیده. از حادثه سوختار همسایه‌ها آگاه گردیده به کمک جبردیدگان آمدند. گمانبر ابراگیموف ابراگیم شهروند شاکرزاده فضل‌الدین را که میخواست به مناقشه آنها خاتمه بخشد او را نیز با کارد زده. در نتیجه فضل‌الدین شاکرزاده در مکان جنایت به هلاکت رسیده است. میلیتسیا توانست در گرماگرمی جنایت گمانبر را دستگیر سازد. با هر شکل و اصول و تابش‌های دیگر جنایتکاران میخواهند پس از صادر کردن جنایت عملهای خطرناک خود را روی پوش نمایند. ساکنی دهه مرادتپه ناحیه ناصر خسرو کلیوفچاری با داشتن خصومت و نافهمی ها هنگام خواب بودن همسرش روزیه و اولدانه با استفاده از سنگ به سرش داده نیم جان ساخته. سپس گویا همسرش از جریان نیروی برق فوتیده باشد نقلی را با انگشتان همسرش وصل کرده به برق پیوست کرده است تا اطرافیان باور کنند که اولدانه روزیه و از شدت جریان برق به هلاکت رسیده است. ولی میلیتسیا این نقشه عیارانه گمانبر چاری کلیف را برباد داده
او را در صادر کردن جنایت آدمکشی دستگیر کردند. آغاز ماه سپتامبر سال روان در دهه دریاآباد ناحیه رودکی جنایت موتیش را میلیسیا به قید گرفت که در نتیجه صادر شدن آن 4 عضو یک خانواده، مادر شهلا نظر و 49 ساله با 3 فرزندش حمیده 17 ساله، حبیبه 15 ساله و شرف 6 ساله طریق بوغی کردن و با استفاده از کارت با یک بیرحمی مخصوص به هلاکت رسانیده شده بودند. صادر شدن چنین جنایت مخصوصاً وزنین آدمکشی را که در نتیجه یک خانواده را از بین برد، سبب و عامل آن را پیدا کردن خیلی دشواری را پیش می آورد. آموزش موضع، محل زیست فوتیدگان، مناسبت آنها با همسایه و دیگر شخصانی با آنها رابطه داشته، وضع و موقع مناسبت اجتماعی خانواده مورد تحلیل و تحقیق و تشخیص اپراتیوی قرار داده شد. صادر شدن چنین یک جنایت مخصوصاً وزنین نه تنها باشندگان محل جنایت، ناحیه، بلکه قلمرو کشور را با هر گونه گمان، آوازه و خبرسازی ها در شبکه‌های اجتماعی به تهلکه انداخته بود. گروه فوری تفتیشاتی از حساب کارمندان با تجربه پروکوراتور گنرالی و واحدهای اپراتیوی وزارت کارهای داخلی تأسیس داده شده برای هرچه زودتر آشکار نمودن جنایت، معین و دستگیر کردن گمانبران از همه راه و واسطه‌های اپراتیوی کریمینالیستی استفاده می‌شد. آنچه شبهه و گمان و آوازه‌های بی اساسی که بین عامه تا لحظه آشکارسازی جنایت بود خاتمه یافت. جنایت کشاده شد. هیچ نفری نمی‌اندیشید که گمانبران نمک خورده خاندان فوتیدگانند. میل به مال و مبلغ همسایه عظیم سیف‌الله آدینخوجایویچ را به جنایتکار تبدیل داد. این گمانبر برای عملی کردن مقصد جنایتکارانه خود تنها عمل نکرده، نابالغ را نیز جنایتکار ساخت. از یک عائله سالم که 5 نفر زندگی بی‌خلل داشتند، تنها پدر خاندان که در فدراسیون روسیه قرار داشت زنده مانده است و خلاص. نزدیکتر از پدر و مادر و پشتیبانی برای فرزند جز این دو کسی دیگری نیست. ولی متاسفانه در بعضی موارد جنایت‌های به قید گرفته شدند که از ظلم، جهالت و بیرحمی والدان نسبت فرزندان گواهی می‌دهد. تابستان امسال نوارهای در شبکه‌های اجتماعی پیدا شد که واقعا هم تاکنون چنین بیرحمی و جهالت را نسبت فرزند هیچ کسی صادر نکرده بود. گمانبر شونده پرویز آدینه‌ایف ساکن شهر ترسونزاده گویا برای کدام یک گناه پسر نابالغ خود خسرو را جزا دادنی شده او را با قفای автомاشین تیکو بسته زیاده از 100 متر روی خاک و سنگریزه ها کشانده سپس باز لتو کوب کرده است. با برداشتن جراحت‌های وزن جسمانی خسرو نابالغ به هلاکت رسیده. پدر جاهل گمانبر شده پرویز آدینه‌ایف می‌خواست جسد پسری که از جهل پدر به هلاکت رسید پنهانی دفن کند. تمام حرکت، نیت و کردارهای جنایتکارانه پرویز آدینه‌ایف را میلیسیا آشکار و اثبات کرده و برای چنین جنایت قصدانه جزای سزاوار خواهد دید. با این مانند گمانبر دیگری را با نام بختیار نماز کارمندان میلیسیا در ناحیه سینا دستگیر کردند. گمانبر در کوچه فضل‌الدین محمدیف پایتخت فرزند 6 ساله همسرش را لطوکوب نموده سپس خاکه مواد تماکو ناس را به دهان او پر کرده است که در نتیجه نفس تنگی پسرچه 6 ساله به هلاکت رسیده است. فرزند نادرترین گنج است. با سبب‌های ناجوری سلامتی و دیگر عامل‌ها هستند صدها نفرانی که بی نسلند همه راه و واسطه را استفاده می‌کنند تا فرزنددار شوند. اما برخلاف این باز هستند شخصانی که برای به دست آوردن منفعت مالی فرزندان خود گنج نایاب را به عوض مبلغ و دیگر اشیاء قصدی فروختن دارند. کارمندان میلیسیا در شهر کانیبادام شایسته حمید و ساکن ناحیه عبدالرحمن جامی را برای فرزند فروشی دستگیر کردند. گمانبر شده دخترچه 4 ساله خود را به عوض $15,000 و خانه 2 حجرگی میخواست بفروشد، اما میلیسیا جنایت گمانبر را پیشگیری کرد. معاملات غیرقانونی واسطه‌های نشه‌دار، مواد پسیخوتراپی و دیگر پرکورسورها جنایت مخصوصاً وزنی بوده در زمینه صادر شدن آن به واسطه سلامتی انسان ضرری جدی می‌بیند و یا سبب مرگ میلیون‌ها ساکنان سیاره گشته. چنین تأثیر زشت می‌تواند به بیماری وابستگی به نشأمندی، کم نسلی، پاشخوری عائله‌ها، کاسته شوی اخلاق جوانان و به صادر شدن دیگر شکل‌های جنایت اساس گردد. بدتر از این، معاملات غیرقانونی واسطه‌های نشه‌دار سرچشمه تأمینات مالی مبلغ‌گذار برای خریداری سلاح و لوازمات جنگی برای سازمان، تشکیلات و اتحاد جنایتی بخصوص تروریسم اکستریمیسم مساعدت کرده. این شکل جنایت
گردش غیرقانونی وسطای نشاددار جنایتی بشری است. وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان همچون سوبیکت فعال مبارزه برنده بر ضد این جنایت مخصوصاً وزنین در روند فعالیت بی‌فاصله خود در دستگیر کردن گروه‌های متشکل ترانسمیلی نشجلاب و یچک‌های آن در قلمرو مملکت و در دایره همکاری‌ها با دیگر شریکان مبارزه برنده کشورهای دوست توانستند فعالیت جنایتکارانه گروه‌های نشجلاب را آشکار و برهم دهند. مورد ذکر است که گروه‌های نشجلاب و خصوص گروه‌های نشجلاب ترانسمیلی از دولت همسایه افغانستان سرزمین یا حدود کشور ما تاجیکستان را همچون گذرگاه یا ترانزیت می‌خواهند استفاده کنند، ولی نظارت و مشاهده‌های پرزور اپراتیوی کارمندان مقامات کارهای داخلی باعث گشته ایستاده است که انتقال و پهن منبعد وسطای نشاددار در بین اهالی آسایشته پیشگیری گردد. در دوره سپری شونده سال 2025 نیز کارمندان میلیسیا نزدیک به 2 تن وسطای گوناگون نشاددار، پرکورسورها و مقدار زیادی حب‌های پسیخوتراپی را از گمانبران جنایت نشجلابی آشکار و مصادره کردند. البته برای رسیدن به مقصدهای مالپرستی و غرضهای جنایتکارانه خود گروه‌های نشجلاب از راه واسطه‌های مخصوصی عیارانه پنهانکاری استفاده کرده با این وسیله پهن و فروش و انتقال واسطه‌های نشاددار را می‌خواهند تا به کشورهای دور دسترس سازند. اما خوشبختانه تجربه، مهارت، دانش‌های صحوی در سطح کسبی عملی سازی چاره‌بین‌های اپراتیوی کارمندان میلیسیا همیشه نقشه‌های نشجلابان را به شکست دچار کرده ایستاده است. بعضی موارد با سبب‌های گوناگون گمانبران جنایت برای رهایی از جوابگری جنایتی چی در داخل و چی در خارج پنهان شده می‌پندارند که با همین از جزای جنایتی رها می‌گردند. لیکن وابسته از چگونه و در کدام شرایط دور یا نزدیک پناه بردن جنایتکاران میلیسیای تاجیک با دانش، ملکه و جسارت خود قادر است که گمانبرانی در جستجوی رسمی بوده را دستگیر سازد. در قطار دیگر جستجو شونده های رسمی دستگیر شده یکی از گمانبران جنایتکار مخصوصاً خفناک راهبر گروه متشکل نشجلاب ترانسمیلی همراه عظمت سال تولدش 1964 ساکن شهر ترسونزاده با لقب انا که برای صادر کردن جنایت تشکیل اتحاد جنایتی نشجلاب در جستجوی رسمی قرار داشت، از طرف کارمندان مقامات کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان و شریکان بیرونی در دولت ترکیه دستگیر کرده شد. 2008 سال تا 2023 من رهبر گروه نشجلاب بودم. ما همون قسالده 1 تانه 200 کیلو گیرایم روسیه در کردیم. همون مالکیت پول نارکوتیک قطع کردم، عاقبتش من نمیشد. قلابی یک از شکل جنایتی معمولی است که صادرشوی آن نسبت به دیگر شکل‌های جنایت بیشتر است. قلاب یا خود مردم فریب با هر گونه راه واسطه و باوری کنونی احتیاجات اهالی را دیده با اصول مکارانه گویا طبابت کردن، با فایز بلند برگردانیدن قرض، زود و دسترس کردن وسایل نقلیات، تأمین زمینی نزد حولگی و یا منزل زیست و غیرها مال و مبلغ‌های شهروندان زود باور را به دست آورده به اجرای عملی نتیجه بخش آنها را به ضرر زیادی مالی و اقتصادی دچار کرده ایستادند. مثلا گمانبر شده دولت و آدینما ساکنی 48 ساله شهر دوشنبه چون میدید که طلبات به واسطه نقلیات برقی افزون است، خود را تاجر کارچلان معرفی کرده با وعده از خارج کشور آوردن واسطه نقلیات برقی مبلغ‌های گوناگون شهروندان را به دست آورده به منفعت خود صرف کرده است و با این کردار مرد فریبانش طبق خلاصه تفتیشات زیاده از 3 میلیون سومانی به شهروندان ضرر جدی مالی رسانیده است. مثل این میلیسیا سلسله جنایت‌های قلابی همراه فرستم ساکنی 20 ساله شهر وحدت را آشکار کرد. گمانبر شده نیز با وعده از جمهوری مردمی چین دسترس کردن واسطه نقلیات برقی با نرخ پستر همچون پیش پرداخت زیاده از 1,500,000 سومانی شهروندان را از آن خود کرده بود. احتیاج شهروندان به منزل زیست روز تا روز بیشتر گشته ایستاده است. قلابان از چنین طلبات مردم استفاده کرده خود را نماینده شرکت ساختمانی و گویا نفر دلسوز وانمود کرده با فریب مبلغ‌های کلان شهروندان را به دست آورده، اما در اصل هیچ یک نیاز کار افتادگان را حل نمی‌کنند. گمانبر شده عارف جان سالیف ساکن 39 ساله ناحیه نورآباد همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت قلابی در حجم مخصوصاً کلان از جانب کارمندان میلیسیای پایتخت دستگیر کرده شد. گمانبر شده هنگام فعالیت در شرکت ساختمانی جمال بصیر با وعده با منزل استقامتی تأمین نمودن با روی فریب
زیاده از 1 میلیون سومانی شهروندان را به دست آورده به منفعت خود صرف کرده است. گمانبر دیگری به این مانند صفی الله امیرزاده ساکن 30 ساله شهر دوشنبه برای صادر نمودن جنایت قلابی در حجم مخصوصا کلان از طرف میلیسیا دستگیر کرده شد. نام برده با وعده با منزل استقامتی تامین نمودن از شهروندان مبلغ‌های کلانی پولی گرفته است. ضرری به شهروندان رسانده این گمانبر زیاده از 1 میلیون سومانی را تشکیل می‌دهد. پیش سود شده ها اگرچه از عاقبت جزا خوب آگاه باشند ولی باز کردارهای جنایتی خود را تکرار کرده ایستادند. گمانبر شده محمد صفا عبدالرحمنوف که پیش 2 مرتبه برای صادر کردن جنایت قلابی سود شده بود، باز دور میلیسیا در ناحیه جیهون برای صادر کردن 12 لحظه جنایت قلابی با ضرر مخصوصا کلانی اقتصادی دستگیر کرد. او با وعده های گوناگون بی اساس 0.5 میلیون سومانی شهروندان را از آن خود کرده است. گمانبر شده دیگر شهرت ایاموف ساکن شهر خوجند فرمولای نو قلابی را به دیگر شکل تهیه کرده در ابتدا 5000 شهروندان را به آموزش برنامه‌های خودساختی فریبنده جلب نموده با این وسیله روز تا روز اعضا شدن فریب خورده ها را به لایحه افزون ساخته چیپتر را 7000 سومانی مقرر کرده مبلغ‌های زیادی آنها را از آن خود کرده است. شهروندان ساده را گویا برای رشد جهانبینی لباس‌های گوناگون پوشانیده برای تقلید نمودن صدا و حرکت‌های حیوان‌های گوناگون مشغولیت‌های فریبنده به نام ذهنی می‌گذرانید. میلیسیا گمانبر شده شهرت ایاموف را دستگیر کرده تفتیشات آشکار کرد که ضرر این مردم فریب زیاده از 300,000 سومانی را تشکیل داده است. نفسی بد، حرص ثروت پرستی گمانبران جنایت را واقعا هم راهگم کرده نمی اندیشند که تا کی و تا کجا با راه جنایت می توان روزگار خود را پیش برد. گمانبر شده عبدالعزیز رزاقوف ساکن شهر اسفره که پیش برای صادر کردن جنایت مخصوصا وزنین آدم کشی سود شده بود، باز برای صادر کردن جنایت غصب گروگان میلیسیا او را دستگیر کرد. گمانبر شده گویا با مقصد همکاری نمودن برای فریب شهروند خارجی را به منزل زیست خود دعوت کرده سپس او را اسیر گرفته برای رها کردنش $10,000 مبلغ طلب کرده است. جنایتی که نوابسته از حجم ضرر بیشتر صادر می‌گردد این دزدی است. گمانبران این شکل جنایت خردترین مال و اشیا، مبلغ و طلاواری، نقلیات و جهاز روزگارداری شهروندان و مال و ملک جمعیتی را برای پنهانی به دست آورده ضررهای گوناگون مالی و اقتصادی را به وجود آورده ایستادند. میلیسیا در شهر خوجند گمانبران جنایتی سلسله دزدی ها را دستگیر کرد که این 2 نفر گمانبران مرادبک بازاروف ساکن شهر ترسونزاده و سفرعلی بدیف ساکن ناحیه وخش که پیش 3 مرتبه برای صادر کردن جنایت دزدی سود شدند، باز در 40 لحظه جنایت دزدی دست داشته از منزل‌های زیستی ساکنان شهر خوجند اشیاءهای ارزشناک را دزدیده در عموم زیاده از 300,000 سومانی به صاحب ملکان ضرر کلانی مالی رسانیدند. چند سال اخیر مشاهده شده است که ظهورات خرافات پرستی در جامعه همچون عامل خطرزا به اخلاق، اعتقاد دینی، ارزش‌های ملی و دولتی و تفکر ناسالم بعضی شهروندان خرافات پرست تأثیر منفی رسانیده است. از چنین خرافات پرستی بعضی به نام ملا، جنبرار و طبیب خود را همچون فالبین و سحرگر نشان داده دین و مذهب و روش‌های گوناگون منفعت‌خواهی را منبع درآمد مالی و نفسانی خود قرار داده ایستادند. گرچند مقامات کارهای داخلی در این سمت مبارزه بی‌فاصله داشته تکرار به تکرار شهروندان را آگاه کرده ایستاده است که به سحر و جادو، فریب و تشویق خرافات پرستان باور نکنند، اما متاسفانه تاکنون چنین حالت‌های میل به خرافات به مشاهده رسیده ایستاده است. بعضی به نام داملای و سحربران و کشایش دهنده کارها از بدانشی پیروان خرافات استفاده وسیع کرده نه تنها مال و ثروت آنها را به دست آورده ایستادند، این چنین به ناموس بعضی به نام کارافتادگان دست درازی کرده طلبات نفسانی خود را قانع کردند که چنین دلیل‌ها کم نیستند. از 10 دلیل یکی این ناصر غیاسوف ساکن ناحیه شهر توز ذره دانش دینی ندارد، اما با مکر و فریب برای عملی نمودن مقصدهای مال پرستی و شهوانی خود را به نام ملا، جنبرار و فالکشا معرفی کرده از آنکه به نتیجه عمل مبلغ‌های گوناگون شهروندان را به دست می آورد، باز بعضی زن‌های با او مراجعت کرده را مورد استثمار شهوانی قرار داده است. من به همین سحر و جادو مردم ها رو فند فریب کرده همین کارها رو میکنم. هم عائله خودم 5 سال شد کسل است، از دست خودم یگان چیز نمی آید. همین کارها همش دروغن. اگر که این کارها فایده آور می بودن من خودم را بیچین میکردم.
ҳамаш кори шайтонӣ, ҳамаш кори бадахлоқӣ, бадрafторӣ аст. Як духтар пеши ман омада ва ӯро ман дар манзили истиқоматиам як бор дуо хондам, ду бор дар манзили истиқоматии худаш омада дуо хондам ва ӯ ман дастдарозӣ карда ҳар корҳои бадро анҷом додам. нафари дигаре бо номи Абдуҳалим Бобоев агарчи дар минбари масҷид ваъз гуфта як ҷамоати намозгузоронро имом буд ва савобу гуноҳро хуб фарқ мекард, бо баҳонаи дуохонӣ табобати мушкилкушоӣ ба амалҳои фосиқонаю зинокорӣ даст зада ба бадахлоқӣ ғутавар гардид. чунин ҳаракатҳои бадахлоқонаи ӯ боис шуд ки нафарони истисмолшудаи шаҳвонӣ ба милитсия муроҷиат карда коркардҳои оперативӣ ҳолати воқеии бадахлоқии ӯро исбот кард.